چه یه چیزی راجع به نادرشاه افشار میدونستی؟ اول اینکه تنها کسی، یعنی جزو معدود کسایی که با ناپلئون مقایسه میشه. ناپلئون 8 بار با کل اروپا جنگیده و نادرشاه هم به خاطر جنگایی که داشته همیشه با ناپلئون مقایسه میشه. حالا یه دسته هستن که اعتقاد دارن نادرشاه افشار ناپلئون آسیا بوده، ولی بعضی اعتقاد دارن که ناپلئون نادرشاه افشار اروپا بوده. یه تیکه کوچیک از شروع زندگیش شاید دیدگاهتون بد بشه نسبت به نادرشاه افشار. برای یکی کار میکرده، یعنی واسه این اشرافی‌ها نامه میفرستاده، میره این رفیقش که همکارش بوده واسه اینکه ازش نزنه بالا اونو میکشه، این همکاره رو میکشه واسه اینکه به درجه بالاتری برسه. بعد میره بالاتر، اون کسی که سرپرستش بوده اونم میکشه، رسه به درجه اون. حالا بعداً در آینده میگم که چی شد نادرشاه افشار این یه تیکه از زندگیش بود که فقط میکشه تا میرسه به اون جایی که میخواد. از این موقع جاه طلبی آدمای درست جواب